با سلام و درود به دوستان همیشگی کانال ترس و هیجان. امروز با 2 ویدیوی ترسناک و دارک همراه شما هستیم. آیا آماده اید تا قلبتون به تپش بیفته؟ پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. ویدیوی شماره 1 ضبط شده توسط دوربین مداربسته هستش. همینطوری که میبینید یه خانومی از جلوی دوربین رد میشه و قسمت ترسناک ماجرا اینجاست که این خانم روی بدنش سر نداره و به طور عجیبی بعد از چند قدم محو میشه و هیچ کسی هم نمیدونه که چی کار کرد. ویدیوی شماره 2 پدر و دختری که توی جنگل مشغول قدم زدن و بازی بودن که با یک صحنه عجیب روبرو میشن. یک نفر به طور مرموزی اونا رو تعقیب میکرد. وقتی متوجه اون میشن صداش میکنن و سعی میکنن برن دنبالش که بفهمن اون کیه، اما با صحنه عجیبتری روبرو میشن و اون شخص به طور عجیبی ناپدید میشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.